سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امشب قراره با هم با ماشین گردشی داشته باشیم در خیابان‌های رشت. امروز سه‌شنبه 14 فروردین ماه و ساعت حدود 9 شب. در کانال ولاگ رانندگی در بخش‌های مختلف شهر رشت رو قرار دادیم. رانندگی در طول روز، رانندگی در شب‌های گلسار، رانندگی در رشت بارانی. امشب قصد داریم ولاگ رانندگی در خیابان‌های اصلی رشت رو داشته باشیم. در ضمن ولاگ‌های رانندگی در رشت رو میتونین در پلیلیست مربوط به شهر رشت و یا پلیلیست مربوط به رانندگی که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم پیدا کنید. این ولاگ از میدان سرگل آغاز و به سمت میدان مادر، میدان معلم و خیابان طالقانی پیش خواهد رفت. سپس به سبز میدان، بولوار لاکانی، بولوار حافظ، چهارراه میکائیل، میدان فرهنگ و از اونجا به میدان توشیبا خواهیم رفت. در ادامه به فلکه گاز، فلکه رازی، میدان یخسازی، دانا علی، بولوار رشتیان و در نهایت به میدان جهاد خواهیم رسید. سعی کردیم این ویدیو رو از نظر زمانبندی تقسیم کنیم تا به راحتی بخش رانندگی مورد نظرتون رو پیدا کنیم. شهر رشت مرکز استان گیلان و بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر شمال ایران محسوب میشه. بازار و شهرداری رشت از شناخته شده ترین جاهای رشت اجتماعی با حال و هوای دوست داشتنی و شاد و سرزنده است. از جاهای دیدنی دیگر رشت میشه به خانه میرزا کوچکان، باغ محتشم، بوستان ملت، پارک دانشجو، پارک جنگلی سرابان، موزه میراث روستایی گیلان، دریاچه سقرکسار اشاره کرد. جالب بدونید جمعیت شناور این شهر در طول روز به 1 میلیون نفر و در تعطیلات به 2 میلیون نفر میرسه. رشت حدود 4 قرن نیم پیش به عنوان مرکز استان گیلان انتخاب شد و از شهرهای تاثیرگذار در فرهنگ و سیاست ایران محسوب میشه. جنبش جنگلی به فرماندهی میرزا کوچکخان گواهی بر اینه. رشت در سال 2015 به عنوان شهر خلاق خوراکشناسی در یونسکو ثبت شد. اگر به دیدن ویدیو جشنواره غذا در سال 1402 و همچنین جاهای دیدنی و معروف و خیابان‌های زیبای شهر رشت علاقه دارید، حتما به پلیلیست مربوط به شهر رشت در کانال ما سری بزنید. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
میکنم.